سلام دوستان، با کانال نکاتوپ خوش آمدید. در این برنامه لحظه های زیادی نجات حیوانات رو با هم میبینیم که فکر و عقیده ما رو به انسانیت دیگر میکند. وقتی حس انسانیت آدمان برد میکند، این حادثه ها روی میدهد. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن رو فراموش نکنید. در این صحنه این مرد روی ستون برق برآمده ایستاده است و با پرنده‌ای که در آنجا در مانده است یاری رساند. این سگ بیچاره در درون خانه تنها است و به این پارچه محکم شده است. از صدای گریه مانندش معلوم است که مدت دور و دراز به این حال بوده است و انتظار است که کسی به یاریش شتابد. این افسر میلیسی هنگام گذشتن از نزد این خانه صدای سگ را میشنود و وقتی او را میبیند مثل فرشته نجات به یاریش شتافته میخواهد پارچه را بریده او را خلاص کند، اما سگ میترسد و مانع کارش میشود. پس از کمی تلاش سگ خلاص می شود و عجیبش این است که آن مرد را به آغوش می کشد. این مرد هشت‌پایی را روی زمینی به آب می بیند که با مرگ روبرو شده است. مدت او را نگاه بین کرده دوباره می خواهد که به آب برگرداند، اما آنچه که دیده شد مثل یک معجزه بود. 8 پا وقتی به آب در آمد می توانست که به سمت دریا شنا کرده رود، ولی او پیش از رفتن به دریا به سمت دوست انسانیش می رود. لحظه در نزد پایش ایستاده با دستانش پای مرد را لمس می کند، سپس به طرف دریا می رود. با گفته محققان 8 پا یکی از باهوشترین موجودات دریاست که حافظه با قوت دارد. که در بینی لاک پشت محکم شده است و به سختی نفس میکشد. آنها موفق شدند که قاشق را برآورند و لاک پشت دوباره به سمت دریا برگشت. معلوم است که این کار به سبب نیست. این کار ما انسان هاست که دردش را حیواناتی به زبان تحمل میکنند. پس باید داشته باشید که هر پرتابی که شما میپرتایید، هر پاکت و هر بقلشکه پلاستیکی که ما میپرتاییم، دشمنی جان یک حیوان شده میتواند. این سنجابک در جنگل در بین یک تور پلاستیکی محکم شده است. رهگذران او را نجات دادند و با یاری قیچی از درون تور آزاد کردند. چند روز از او نگاه بین کردند و سپس به همانجا برگشتند تا او را به خانه‌اش برگردانند. اما در کمال تعجب دیدند که سنجابک خواهش جدا شدن از آنها را ندارد. بعد کوشش زیاد او به یک درخت برآمد، اما پس از لحظه دوباره به نزد آنها برگشت. سپس آنها سنجابک را با خود به خانه برده یک خانه‌چه مخصوص برای او ساختند و از آن نگاه بین کردند. این نهنگ کلان در یک ریسمان محکم شده بود و وقتی این دریانورد او را می‌بیند آزادش می‌کند. از کجا معلوم است که دوباره به همین احوال گرفتار نشود؟ باید قید کرد که نهنگ‌ها یکی از نمادهای کمیابی هستند که تعدادی کمی آنها مانده است و با سبب شکار زیاد نسل آنها در حال نابودی است. یعنی ما انسان‌ها برای این حیوانات مثل کرونا ویروس هستیم. آدمانی هستند که به حیوانات یاری میرسانند و کسانی هستند که با ذوق و شوق آنها را آزار میدهند. این پرنده زیبا به دست چنین آدمان از نوکش محروم شده است و نیمی آن شکسته است. آدمان خیرخواه دیگر پیدا شدند که برایش نوک مصنوعی گرفته به جای شکسته‌اش چسبانده‌اند که به واسطه آن میتواند خوراک خورد، آواز خواند و مثل پیشترش شاد و سالم زندگی کند. نهنگ‌ها سبب ویران نشدن تعادل زیست در دریاها هستند و حق آنها نیست که شکار شوند. با وجود آنکه شکار آنها در بیشتر کشورها منع شده است، اما باز هم به خاطر پول آنها را شکار کرده می‌فروشند. اما هنوز انسانیت در بین آدمان از بین نرفته است. مثل واقعه‌ای که سال 2017 در برزیل دیده شد. در ریو د ژانیرو یک نهنگ غول‌پیکر شاخدار شاید با سبب طوفان‌ها به ساحل دریا آمده محکم ماند.
و به دریا برگشته نتوانست. وقتی مردم او را دیدند برای نجات جانش زود جمع شدند و به 300 نفر رسیدند. آنها چند رسمار به اکسکاواتور بستند و با یاری چند کشتی نهنگ را زنده به آب برگرداندند. حادثه به همین مانند در ساحل کاپکوت در امریکا دیده شد که مردم یک نهنگ سفید را ناچار و درمانده در ساحل دریا یافتند. آنها نیز جمع شدند تا او را به دریا برگردانند. اول برایش آب می‌ریختند و بعد با واسطه قمهای ساحل دریا راه ساختند تا نهنگ را با واسطه آن کشیده به دریا پرتویند. اما متاسفانه نتوانستند او را نجات دهند، هرچند که برای نجات او از یگان کار دریغ نکردند. ماه مارس سال 2016 در سیکوریان، یونان، یک گروه آدمان در وقت سفر در ماشین بوزی را دیدند که به طور عجیب در سیم‌های تلفن آویزان شده است. بوزها به جاهای بلند برآمدن را دوست می‌دارند، اما چه خیلی شاخ بوز به سیم تلفن درمانده است معلوم نیست. هنوز سببش را نفهمیدند. آنها وقتی بوز را در این حالت دیدند خواستند او را خلاص کنند. اول خواستند با زینه پایه فرارند، اما این راه نتیجه نداد. بار دیگر با پایش رسمان بسته به سمت پایان کشیدند و شاخهایش از سیم رها شد. بعد نجات جانش بوز در گردی آن آدمان میچرخید و گویا که منتداری میکرد. واقعه بعدی در تامیل نادو در هندوستان دیده شد. اینجا نگهبان جنگل شرط کمر یک فیل کوچک را دید که در یک کانال آب محکم شده است. او را از آنجا برآوردند و دیدند که مادرش را کفت و کاو دارد. شرط فیل بچه را روی شانه‌هایش برداشته پیش مادرش میبرد. او حدود 50 متر فیل را روی شانه‌اش میکشاند که وزن این فیل بچه حدود 120 کیلوگرم است. این پلنگ در جستجوی آب در گرمای ریگستانی هند سرگردان بود و برای آب نوشی سرش را به یک ظرف آهنی می اندازد. در این حالت پلنگ نمیتواند خودش را رها کند و به یاری انسان ها محتاج است. گروه نجات جنگل به یاری او آمده با بدنش داروی بیهوشی تزریق می کند. سپس سرش را از ظرف آهنی برآورده برده در جنگل رهایش می کند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. با کانال ما ابونه شوید و لایک موندن را فراموش نکنید.